نه نیاز به روغن داره نه پخت. اینو هیچ آشپزی نمیگه، ولی زرش پلو با مرغ مجلسی که همه عاشق طعم و نرمیشن اینجوری درست میشه. تیکه های مرغ 2 ساعت میره تو آب سرد نمکی، بعدش کف تا آب 1 لیوان آب میریزیم، پیاز خلالی، هویج، کمی فلفل دلمه، 2 حبه سیر یادت نره. مرغ میاد روش و نیم ساعت میپزه. برای سس اول زردچوبه و بعدش رب و با کره تفت میدم. کمی آب و آب قوره اضافه میکنم، هل سبز، فلفل قرمز و سیاه، پودر زنجبیل و پاپریکا. اضافه میشه به مرغ با چوب دارچین. بعد از 1 ساعت دارچین در میاد و جاشو زعفرون میگیره. گلاب و تیکه های کره. گلاب زیاد اضافه نکنی که طعم بهش زهرا میگیره. برای درست کردن زرشک کافی روغن داغو بهش اضافه کنین. جالبه بدونین اگر بهش 1 موز اضافه میکردیم میشد یه غذای آفریقایی پرطرفدار.